سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. برنامه نویدی بامدادی رو میبینید. امروز جمعه 1 نوامبر است. عبدالله اشرف هستم در خدمت شما. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح است و در چند دقیقه دیگر شما را با تازه ترین اخبار تاجیکستان و جهان آشنا میکنیم. نخست از وضع باد و هوا برایتان میگویم. هوا در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک و قرارگاه مرکزی رادیو آزادی صبح امروز سرد 1 درجه زیر صفر است و حرارت دوام روز به 8 درجه میرسد. در شهر دوشنبه دوام روز هوا بارانی باقی میماند. پیشگویی میشود حرارت هوا دوام روز به 19 درجه برسد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان ضمناً به ساکنان هشدار داده است که تا 4 نوامبر سال در وادی‌ها باران و در منطقه‌های نزدیک کوهی و کوهی برف میبارد. بر اثر باد سخت احتمال دارد خط‌های انتقالی نیروی برق خراب شود، شکستن درختان، همچنین خراب شدن ستون‌ها و نوشتجات رکلام امکان پذیر است. کمیته از شهروندان و مهمانان کشور خواهش کرده است که از سفرهای بی ضرورت در چنین روزها چارواچرانی، راهاندازی کارهای صحرا، آماده سازی هزوم و شکار در منطقه‌های کوهی خودداری ورزند. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. پیوندان دو ساکن جماعت واروخ ناحیه اسفره که 2 هفته قبل از طرف مرزبانان قرقیزستان بازداشت شده بودند میگویند که مرافعه دادگاهی نزدیکان آنها به زودی شروع می شود. مقامات مرزبانی قرقیزستان تا حال مسئله را شرح ندادند. مرافعه نخستین باعث جان بابا حسنوف و دلشاد کریموف در دادگاه بادکند روز 22 اکتبر باید شروع می شد، ولی آن را به امروز 1 نوامبر به تأخیر گذاشتند. نور محمد کریموف، یکی از نزدیکان بازداشت شده ها، روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت وضع بابا حسنوف و کریموف در بازداشتگاه بادکند خوب بوده، همه منتظر حکم دادگاه می باشند. این دو ساکن جماعت واروخ به گفته امین جان ناظیروف، یک کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در جماعت واروخ، شام 14 اکتبر بازداشت شدند. مقامات قرقیزستان تا هنوز از بازداشت شدن دو شهروند تاجیکستان خبر ندادند. نزدیکان دو شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسنوف و کریموف در چراگاه متعلق به قلمرو تاجیکستان با نام پل آفتاب رویه بازداشت شدند. و خویشاوندان این دو نفر گفتند که بازداشت شدگان به عبور غیر قانونی مرز متهم می شوند. بازداشت این دو شهروند تاجیکستان از سوی مرزبانان قرقیزستان در حال رخ می دهد که یک چوپان دیگری تاجیک نیز ادعا دارد که از دست مرزبانان قرقیز فرار کرده است. کامران تیشزاده، چوپانی محله تاجیکان واروخ، روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت وقت گوسفندها و بزها را در چراگاه میچرانید، سرحدبانهای قرقیز به وی نزدیک شدند و او خود را از جری به پایان افکنده فرار کرده است. به گفته او موضعی که گوسفندهایش را میچرانید محله تاجیکان است و طی چند سال است که در همین جا رمه‌اش میگردد. مقامات مرزبانی قرقیزستان به سوالهای رادیو آزادی درباره این رویداد و چوپان تاجیک پاسخ ندادند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان سر چند وقت شاهد مناقشه های می شود که گاهی به خون ریزی می کشد. قسمی از مرز تاجیکستان و قرقیزستان هنوز علامت گذاری نشده است. اکثر بحث های مرزی به گفته کارشناسان از نامشخصی در مرز رخ می دهند، زیرا اینجا منطقه های موجود است که یکی از طرفها آن را بحث طلب می شمارد. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان اجازه کار 7 خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه را تمدید کرد، ولی درخواست 2 نفر از جمله میرزا نبی خالقزاد اجرا کننده وظیفه مدیر دفتر را به جواب گذاشت. برعکس سالهای پیش وزارت اکریدیتاسیون یا اجازه کار خبرنگاران رادیو آزادی برای مهلت کوتاه‌تر تمدید کرده است. سلیم جان ایوبوف اجرا کننده وظیفه مدیر بخش تاجیکی در رادیو آزادی گفت 6 خبرنگار اجازه 6 ماهه کار و یک برای 3 ماه اجازه گرفتند. مهلت اکریدیتاسیون 9 خبرنگار رادیو آزادی روز 1 نوامبر به پایان می رسید. وزارت امور خارجه درباره قرارش هیچ شرح نداده است. تا حال وزارت امور خارجه به 11 خبرنگار و دیگر کارمندان دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه اجازه کار نداده است. جیمی فلای مدیر رادیو آزادی روز 31 اکتبر گفت که قرار وزارت امور خارجه درباره تمدید اجازه کاری فقط گروهی از خبرنگاران مانع‌گذاری در راه فعالیت دفتر رادیو آزادی در داخل تاجیکستان است. جیمی فلای گفت برعکس رسیدگی به نگرانی‌های ما، وزارت شما به درخواست‌های به تکرار برای تمدید اکریدیتاسیون خبرنگاران فقط
دیروز پاسخ و به قسم اجازه کار داد که این با انابت نگرفتن حقوق بنیادی خبرنگارانی ما برای کار است. کره جنوبی با سفری گشتیگیران تاجیک برای اشتراک در قهرمانی جهانی سامبو اجازت داد. سفارت این کشور قبلا از دادن روادید با ورزشکاران تاجیک خودداری کرده بود. ناصر بازاروف سرمربی دسته منتخب سامبوی تاجیکستان روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت در گرفتن روادید با ورزشکاران تاجیک کمیته جوانان و وزارت امور خارجه تاجیکستان کمک کردند. به گفته جناب بازاروف با مسابقات قهرمانی جهانی سامبو 9 ورزشکار و خود او به حیث مربی می روند، از جمله خوشقدم خسروف قهرمانی سامبوی جهان نیز امسال برای دریافت مدال تلاش می کند. سرمربی دسته منتخب سامبوی تاجیکستان جزئیات گرفتن روادید را آشکار نکرد، اما طبق اطلاع دریافتی سفارت کره جنوبی تنها بعد گرفتن کفالت از مقامات تاجیک ورزشکاران تاجیک همگی بعد انجام مسابقات به وطن برمیگردند به آنها روادید داده است. مسئولان فدراسیون سامبوی کره جنوبی قبلا به همکاران تاجیک خود گفته بودند که سال 2016 هم 4 گشتیگیر تاجیک به کره رفته دیگر برنگشتند و مقامات آن کشور از تکرار این گونه رویداد خوف دارند. محض این مشکل سبب شد که ورزشکاران تاجیک در گرفتن روادید به کره جنوبی با مشکل دچار آیند. بینندگان عزیز، اگر شما خبر، عکس و یا نوار نادری دارد که می‌خواهید از آن دیگران هم آگاه شوند، پس آن را توسط پیام رسان‌های وایبر و یا واتساپ به ما بفرستید. رقم تلفن ما +420 724 05 66 61 است. یادآور می‌شویم که این تلفن تنها برای گرفتن پیام ها است. اگر شما خبر فرستادید ما جزئیات آن را از شما پرسان می‌شویم. و بینندگان ارجمند، حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. ایالات متحده آمریکا روسیه را به دامن زدن تظاهرات و ناامنی در چیلی متهم کرد که در نتیجه آنها در چند روز گذشته 20 نفر کشته شدند. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا روز 31 اکتبر گفت علامت‌های واضح است که بعضی از آدمان با سوء استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباط ناآرامی‌ها را به منفعت خود استفاده می‌برند. او گفت ما علامت‌های را می‌بینیم که روسیه برای کج رفتن مباحثات در چیلی فعالیت می‌برد. به قول این مقام وزارت، مسکو تلاش‌ها برای تقویت نفوذش در آمریکای جنوبی را بیشتر کرده است و قسمی بسیار کمی این تلاش‌ها مثبت هستند. روسیه در گذشته گفته است که به امور داخلی کشورهای دیگر دخالت نمی‌کند. آمریکا و روسیه همچنین بنابر ناآرامی‌ها در ونزوئلا رد و بدل داشتند. روسیه از نیکولاس مادورو رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا حمایت می‌کند، اما آمریکا او را رئیس جمهور نمی‌شمارد و از مخالفان دولت طرفداری می‌کند که خواستند مادورو استعفا بدهد. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در بازی دومش در قهرمانی جهان 2019 میان فوتبالبازان تا 17 ساله در برزیل از منتخب نورسان اسپانیا با حساب بزرگی 1-5 شکست خورد. فوتبالبازان نورس اسپانیا در نیمه اول دیدار با دروازه منتخب تاجیکستان 4 گل زدند. هر 4 گل از مسافه‌های نزدیک از جریمه‌گاه منتخب نورسان تاجیکستان به دروازه وارد شد. بازیگری منتخب نورسان اسپانیا آلوارو کاریلو در دقیقه 37 دیدار توپ را به دروازه‌بان دستش روانه کرد، ولی او آن را داشتن نتوانست و توپ وارد دروازه شد. همین طریق نیمه اول بازی با حساب 4-1 به نفع منتخب نورسان اسپانیا به پایان رسید. به این ترتیب این بازی که کاملا با برتری فوتبالبازان نورس اسپانیا صورت گرفت و پیروزی برنده مدال‌های نقره قهرمانی جهان و قهرمانی اروپا با حساب بزرگی 5-1 به نفع اسپانیا خاتمه یافت. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسان تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل منتخب نورسان اسپانیا گفت ما مقصد داشتیم که بازی را مساوی کنیم ولی نشد. دسته منتخب نورسان اسپانیا را خیلی خوب آموخته بودیم ولی بچه‌ها مقابلت کردن نتوانستند. اسپانی‌ها نهایت با سرعت بازی کردند. گفت بازی نوبتی دسته منتخب فوتبال تاجیکستان با تیم آرژانتین روز 3 نوامبر در برزیل دایر می شود.
بینندگان عزیز، در پایان این نشر خبر با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. طبق قرب اسعاری که امروز بانک ملی معین کرده است، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 69 درم، یک یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 81 درم و 1000 روبل روسی 151 سومانی ارزش دارد. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.